به رگهای درون سینه این آدمی پاره گوشتی آویخته که از شگرفترین اندام درونی اوست و آن دل است. در آن مایه‌ای از فرزانگی و نیز ضد آن وجود دارد. اگر در دل امیدی روی نماید، آزمندی خارش می سازد و اگر آزمندی او را برانگیزد، حرص هلاکش می کند و اگر نومیدی بر او چیره گردد، دریغ او را می کشد و چون به خشم دچار شود، کینه در او شعله می کشد. اگر خوشنودی یاورش گردد، خویشتن‌داری را از یاد می برد. چون به مالی دست یابد، بی‌نیازی او را به سرکشی وامی دارد و اگر دچار مصیبتی شود، ناشکیبایی او را رسوا می کند و چون تنگ دستی او را در فشار نهد، بلا او را گرفتار می سازد و اگر گرسنگی او را به سختی اندازد، ناتوانی او را از پای می افکند و چون سیری در او از اندازه بگذرد، پری شکم آزارش می دهد. پس هر تفریطی برای او زیان بخش و هر افراطی برای او فساد انگیز است.